Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla. Allah'a şükür olsun, bir daha bir başka bir güne göz açtık, ömür verdi ve fırsat verdi, iştiyaq əlaqə verdi ki, yeniden bir kitap, türkçü kitabı ile tanış olaq. حمد و سپاس الله تبارک و تعالی رو که روز دیگری رو روزی ما کرد تا با یک کتاب دیگر ترکی چند صد ساله دستنوشته تخصصی آشنا بشیم تا بدانیم که ترک ها یک فرهنگ تمدن فکری و مکتوب و احساسی و عاطفی و تاریخی بسیار کهنی دارند که بخش مهمی رو هم مکتوب کردن و برای ما به میراث گذاشتن، ولی متاسفانه در 250 سال گذشته بر اثر خیانت داخلی ها، خودی ها، خودفروخته ها، مانگورت ها و بر اثر ضعف ما، به خصوص ضعف ما در هویت ملی و پیروزی دشمنان بر ما، این فرهنگ غنی رو، این تمدن غنی بسیار کهن، بسیار بزرگ رو، این اقیانوس معرفت و شناخت رو از ما دریغ کرده دشمنی که بر ما پیروز شد و متاسفانه ما در یک چنین جهل بسیار گسترده‌ای زندگی میکنیم. با هر کتابی که ما به زبان ترکی، اون هم کتاب‌های ترکی جدید نه قدیمی که دستخط بوده باشه و دشمن هنوز دست درش نبرده باشه که بخونیم و باهاش آشنا بشیم، ما وارد یه عمق و لایه عمیق‌تری از نورانیت و تمدن ترکی فکری میشیم و این برای ما خروج از این بنبست و زندان مهندسان جهل رو آسانتر میکنه. با این امید با یک کتاب دیگر ترکی آشنا میشیم. بریم ببینیم که در قسمتی که قبلا هفته های قبل دانلود کردیم با چه کتابی روبرو خواهیم شد. ما دیروز دیوان حضرت صنعالله غیبی رو خوندیم که کتاب بسیار بسیار عرفانی، معنوی و بر اساس کلام اسلامی یا مسلمانان، کلامی که مسلمانان پایه ریزی کردن و همچنین بر اساس فلسفه‌ای که مسلمانان بهش اعتقاد دارن که خود این فلسفه هم از ظاهراً حالا میگن از غرب گرفته شده. ولی امروز دو بخش کتابی که دیروز خوندیم بر دو بخش تقسیم میشد. بخش اول عرفانیات و کلام و فلسفه که به شکل شعر بود و بخش دوم تفسیر قرآن بود و این خیلی مهمه. یعنی علاوه بر اون کلام، من به نظرم میاد یه چنین رفتاری که میشه، یعنی بین کلام اسلامی و تفسیر یه رابطه برقرار میکنه، بین فلسفه اسلامی و تفسیر قرآن یه رابطه برقرار میکنه. این دوگانه، یعنی دوگانه شعر، فلسفه و منطق و تفسیر قرآن، یعنی ایمان و عقل. این دوگانه اوایل احتمالاً به این شکل نبوده. یعنی مثلا در ابو علی سینا و قبلی ها به این شکل احتمالاً نبوده، ولی در اینجا در یک کتاب این رو جمع میکنه، این کنار هم مینشونه، منجر میشه به پیدایش ترک های دیگری مثل سهروردی، زنجانی، که یا حالا اون یکی ملا یادم رفت، یه ملایی هستش سبزواری، ملا هادی سبزواری یادم افتاد، که اینها میان و منطق رو، فلسفه رو ملی میکنن. یعنی
تا اون روزی که این فلسفه یا منطق هم ملی میکنن، حالا اینجوری بگیم هم ملی میکنن و همین که بین فلسفه و منطق رابطه ایجاد میکنن، فلسفه اشراق میاد. امروز با یک کتابی که روبرو میشیم و آخرین کتاب اون کتاب‌هایی که قبلا دانلود کردیم، اسمش هست دیوان احمد پاشا، در 999 هجری قمری بر اساس این چیزی که اینجا نوشته شده این رو نوشته و در 284 صفحه است. حالا ما بریم ببینیم که این کتاب از همین صفحه اول که هنوز کوچیک نکردیم تا ببینیم این کتاب در چه وضعیتی، ظاهرش چه وضعیتی الان میبینیم. این کتاب هم در فرانسه نگهداری میشه و از ما رفته. من دیروز داشتم یکی شخصی که نمیشناختم داشت یک وبسایتی رو معرفی میکرد، یک صفحه‌ای رو معرفی میکرد که در اونجا 5% کتاب‌های دنیا رو میگفت در اونجا جمع آوری کردن و من گفتم برم بررسی بکنم ببینم که آیا کتاب‌های ترکی داره که دانلود بکنیم. بعد دیدم که یه مقدار پولی که میخواد زیاده و نمیشه دانلود کرد، باید از مراکز دانشگاهی اینا کمک گرفت برای دانلود کردن اینها. اما اتفاقی که افتاد دیدم کتاب‌هایی نوشته شده در رابطه با کتاب‌هایی که مثلا در موزه انگلستان هست، در دانشگاه فلان انگلستان یا آلمان یا روسیه یا هر جایی که هستش، آمریکا، فلان دانشگاه‌های مختلف که این کتاب‌های خطی رو نگه داشتن، اونجا یه فهرستی ازشون هست. خیلی دلم می‌خواست اینها رو دانلود بکنم و ببینیم چه کتاب‌هایی هستن که از جامعه ترک‌ها اینها بیرون رفتن و ما از اونها چیز هستیم. یکی از اون که تا الان چند تا کتاب از همین فرانسه دانلود کردیم. حالا اینجا نوشته یه چیزی که اینجا compositions دی احمد پاشا فالز دی ولی الدین. حالا این دیگه من فرانسه نمیدونم در چه، این دو صفحه اول رو ازش میگذاریم. صفحه بعدی رو که نگاه میکنیم با جلد کتاب روبرو هستیم که جلد چرمی بسیار نفیسی هست، بسیار نفیس، با آنکه یه مقدار از لبه ها میبینیم از بین رفته، احتمالاً در اثر رطوبت دست و این مدت زمانی که باهاش کار کردن جلد هم اون زیبایی خودش رو از دست داده، ولی همین شیرازه جلد، اون شیرازش نشون میده که چقدر زیبایی و ظرافت روی این کار کرده و همچنین این خود روی جلد هم اون ظرافت ها رو ما بخش هایی که مونده رو میتونیم ببینیم. جلد رو باز میکنه، داخل جلد رو میبینیم و اینجا با یه تاریخ احتمالا مواجه هستیم که 1882 رو نشون میده. 1882 این کتاب وارد این کتابخونه شده در فرانسه. یعنی من حالا تاریخ رو اگه بذاریم الان 2025 هست، اگر ازش کم بکنیم 1882 رو، این 143 سال پیش وارد این کتابخونه شده. حالا اینجا ما دیروز یکی از روزهای قبلی متوجه شدیم یکی از کتاب‌های بسیار مهم در زبان ترکی که مربوط به جراحی بیماری‌های مختلف در بدن انسان هست و باز بیش از 300 نقاشی داره. متاسفانه اینها رو یکی از این فراماسون هایی که در ترکیه در قضیه فکر میکنم بعد از کودتا بر علیه عثمانیه اومده این کتاب رو بخشیده، هدیه داده، یادگاری داده به غرب. حالا این کتاب هم احتمالاً سرنوشتش مثل اون هست
حالا یه چند صفحه پایین‌تر میریم، اینجا با یه مهر مواجهیم. مهر احتمالاً کسی که یا کتاب رو خریده یا کتاب رو وقف کرده. در این صفحه با تمرین خط نویسی یه عده‌ای مواجه هستیم که هر چی رو خواستن اینجا نوشتن. دیلبری مکتب دوربن بولمر چرا، حالا این دیگه احتمالا نمیدونم چی هستش. حالا اگه شد برمیگردیم یه نگاهی بهش میندازیم که ببینیم چی هستش. دیوان احمد پاشا علیه الرحمه از اینجا شروع میشه. در حاشیه اون یه چیزی نوشته شده که امیدوارم برگردیم اینو بخونیم. در بالا هم یه چیزی نوشته شده. این دیوان احمد پاشا علیه الرحمه با قرمز نوشته شده و بقیه خطها با رنگ سیاه دست نوشته هست. بسیار منحصر به فرده. به نظرم من این کتاب رو میتونم، حالا بین ر و ز تقریبا همینجور که نگاه میکنم نمیشه تفاوت، دال ز و ر و ز نمیشه تفاوت گذاشت، دال ز و ر نمیشه تفاوت گذاشت، ولی با این حال احتمال میدم که من این کتاب رو بتونم بخونم. بین تیتر هر اشعار رو امروزه ما برای هر غزل یک تیتر میذاریم، ولی در گذشته این کار رو نمی کردن. ولی و لهو ایزن با یک کلمه ای که انگار این هم دوباره شعر ایشون هست اینجوری مشخص میکردن. در یه جایی حداقل در پایین و در حاشیه کتاب برای حاشیه نویسی وقت گذاشته، فضا باز گذاشته و انسان ها هم اونو وقتی کتاب رو دارن میخونن به نظر میاد که این از این فضا استفاده میکنن و یه چیزهایی مینویسن. ما الان این کتاب 248 صفحه پی دی اف هم هست. عرض کردم در گذشته در شرق کتاب هایی که ما در متوسط جهان سوم کتاب هامون رو ارزشش رو هنوز نمیدونیم، در بخصوص در کتابخانه. دیروز یک کتاب رو دیدیم در سلیمانیه روی متن شعر مهر کوبیده، مهر کتابخانه. یک کاغذ اضافی بذار اونجا، مهر بزن. خیلی سخت نیست، ولی خب روی و همچنین ما هر دو صفحه رو در یک پی دی اف میگیریم، در حالی که در این غربی ها، این فرانسوی ها از هر صفحه کتاب یک پی دی اف میگیرن و این خیلی زیبا میکنه. 484 صفحه پی دی اف هستش. من حالا چون این همه رو نمیخوام، فقط میخوام خطش رو الان ببینیم و احتمالاً تغییری ازش باشه، هر 10 صفحه یه اینجا مثلا 40 رو نگاه کنید همون هستش، بریم 50، اینجا 51 رو ببینید، بریم 60، نگاه کنید این خیلی زیبا. ولی حالا این کتاب که دوخته شده به شیرازه اجازه نمیده این صفحه ها زیاد بشه، در آخرهای شعر رو ما خیلی خوب نمیبینیم، انگار که داره میره به اینجوری دایره وار میشه صفحه و میره پایین و اینها فشار نمیدن که حتما اینو فشار بدن، کجش بکنن، خمش بکنن تا عکس بگیرن و این خیلی مهمه. بریم صفحه مثلا 200 رو نگاه بکنیم چون تقریبا عین هم هستن. اینجا یه مقدار البته خط عوض شد، یه مقدار بهتر هستش از اون نسبت. بذار بریم 100 ببینیم 100 چی هستش. این 80، اینم 100 بهتره. بله بهتره. اینجا با مهر اون کتابخانه هم احتمالاً مواجه هستیم اونجایی که نگهداری میشه. بریم صفحه 200، اینجا 185 هستش، اینجا 202، ما اینجا 256،
اینجا با قطعه های کوچیکی روبرو هستیم که بعضی هاشون 4 بیتن، بعضی ها 2 بیت و بعضی 1 بیت. اینها افکار دیگه، اینها احساسات و افکاریه که میاد و نویسنده اینها رو از دست نمیده و می نویسه و ما چقدر از این افکارها با این زیبایی این حاشیه رو نگاه بکنید. واقعا کتاب رو، حالا من صفحه آخر هستم، یه عکس از بالای کتاب عکس گرفته، این بالا اون لبه جلد به قدری زیبا و تراکاری شده که حالا ما اگر این جلد میموند و این زیبایی رو حفظ میکرد خودش ارزش خاصی داشت. من دیروز یک نفر یه ویدیو دیدم خیلی جالب بود برام، نمیدونم چقدر صحت داره یا نه. میگفت که شاهنامه‌ای رو در دوره صفویه دستور دادن نوشته بشه و براش نقاشی‌های جالبی کشیدن. حالا نمیدونم چی شکلی شده که این کتاب رفته دست غربی ها، نمیدونم. البته ظاهرا به عثمانی کادو دادن، هدیه دادن و از عثمانی هم فکر میکنم، حالا من اینجوری فکر میکنم که یکی از همین فراماسون ها یا فروخته یا هدیه داده و این رفته. این آدم میخواسته کتاب رو بفروشه، این غربی، حالا فرانسوی بوده هر کجایی بوده، این میخواست این کتاب رو بفروشه، دیده خیلی گرونه، هیچ کس زورش نمیرسه این رو بخره، اومده صفحه های نقاشی این شاهنامه رو که خیلی مشهوره دیگه، الان شاهنامه چی میگن به این؟ 2 تا شاهنامه میگن هست. این شاهنامه که نوشتن در دوره صفوی اون یه اسم مخصوصی داره، اون شاهنامه ای نیستش که احتمالا فردوسی نوشته باشه، این یه شاهنامه نمیدونم. و میگه که این اومده یه کاری کرده، این صفحه هایی که نقاشی هست اینها رو بریده دونه دونه در آکشن یا این مزایده ها فروخته و آخرینش رو که فعلا اطلاع درسه بیش از 9 میلیون دلار یک صفحه نقاشی رو فروخته. نگاه بکنید، یعنی یه چنین ارزش هنری خود کتاب داره، یعنی اون صفحه نقاشی داره. حالا یه چنین مخزنی که 300 تا نقاشی جالب توش هستش رو شما از دست میدید. اینجا نگاه میکنید که لبه کتاب آسیب بسیار جدی دیده. خیلی دوباره این پایین کتاب است، این بالای کتاب بود، حالا از پایین کتاب نگاه میکنیم دوباره میبینید که در این ورم همون زیبایی وجود داره ولی آسیب دیگه خیلی جدی هستش. دوباره از یه زاویه دیگری که عکس رو میبینیم، حالا پشت کتاب رو میبینیم، یعنی اون شیرازه کتاب چقدر زیبا نقاشی شده، حکاکی شده روی طلا و احتمالاً طلاکاری شده. این کتاب باید سلطنتی باشه و اینجا روی جلد هست، جلد یعنی اون جلد آخر جلد آخر رو داره نشون میده که باز این کتاب هم این قسمت هم خیلی نقاشی داشته و اینها ساییده شده و متاسفانه خیلی قابل دیدن و لذت بردن نیست. اینجا در صفحه های آخر باز دوباره ما با خط بسیار زیبایی روبرو هستیم که احتمالاً یه شعری یا یه چیزی رو نوشته. من حالا تلاش میکنم که اینجا خودش تاریخ زده 999، یه نفر اینجا تاریخ زده. حالا من با اینو میخوانم ببینیم که در چه تاریخی نوشته شده. و اینجا دیگه رسیدیم به متن اشعار. من میرم صفحه اول و شروع میکنم به خواندن این کتاب که ببینیم چی هستش. احتمالاً گزل یا لور گز. اینجا یه خطی نوشته، آها، کش فرمانlı decen celide akça قرض verdim 2000 akça قرض verdim. اینجا امانت، یه چیزی امانت میتونم بخونم، وردم آکچه، اینم امانت داده. این بالا هر چی نوشته بوده اون معلوم نیست که چقدره. گارمانlı یا گرمانlı، رجب
Qəhrəmanlı Rəcəb Cəlidə یا جلیده akçe قرض verdim. حالا اینجا دفعا احتمالاً امانت 2000 verdim akçe. İzmir چی آسیانه چی الوره یو akçe min به اینم 1000 تا داده که کان گراستن حاج حسین'in elin قرمز این هم یک مبلغ بسیار بزرگیه چی هستش 3603 حالا در زیر 2000 اینا دیگه حالا چیزایی هستش که روی کتاب می نوشته که فراموش نکنه سندم حالا اینا دیگه مربوط به کتاب نیست کسانی که این کتاب رو داشتن دلبر مکتب ده دروبن یو علمی آچر منتفع ای معلم لطف ده ödeyin سر به ازا ایلگل اینجا یه اعدادی رو از 1 شروع کرده 10 20 30 و 100 بعد تا 1000 ادامه داده اینجوری اینجا هم یه تاریخ گذاشته سنه پکر نور بگید فارزن وردم به سنه اینم دوباره یک چیزی داده وردم یه چیزی رو داده تاریخ زده 1018 4 و اینجا یه عددی هم هستش که خونده نمیشه حالا این قسمت ها رو ببینیم این چی هستش که خیلی با خط درشتی اینجا نوشتن بذاریم یکی دیگه اگر بذاریم اینو میتونیم بخونیم ببینیم چی هست دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است یا الهی این نصیحت دیگه بقیه نداره سن بنا گجه سنگ وارو گنون نمیتونم بخونم امیدوارم که بتونم حالا به متن کتاب وارد بشیم اونجا رو بتونم بخونم امیدوارم همین که این قسمت ها رو نتونستم بخونم یه مقدار در دل من وحشت انداخت زلف کمندانداز تو بر مه کشد زنجیر را بلغل به خورشید افکند هندوی چشمت تیر را احتمالا این فارسی هستش بذارید یک سطر دیگه بخونم بحر گزند عقرب زلفش فسون خواهد نوشت خطش جگر گرو از مشک تر بر روی او تحریر را دیدم شب در خواب خوش ماهی در آغوشم شده دیدم شب در خواب خوش ماهی در آغوشم شده امروز با من وصل او خود می کنم تقریر را حالا این شعر اینجا فارسی هستش ولی بقیه انگار که به ترکیه حالا تلاش میکنم اینجا رو بخونم فکر اردم کی گدرسم اشکده ساتما یا سانما احتمالا باشه بنی بو وضع içinde yine menden لا سبا مندن حالا این میگم بعضی از حروف رو خیلی واضح ننوشته بین دال و ر و ه و این ره سبا احتمالاً بنی بو وضع içinde yine من ده سبا احتمالاً نمیدونم این منده
ره سبا. نمیدونم. خلق دنیای بروتلر بال شمال. اینم باید باد باشه. اگر این باد باشه دیگه خیلی سخت خوندن این کتاب، ولی باد شمال به همین خاطر میگم. خلق دنیای یرم تلر هم، حالا این تلرون این خط رو نمیاد. سزمزم که آسجق دید پرند بو گلو بنا. نمیتونم اینو بخونم. به نظرم این خط شاید به خاطر یه ذره ریزش بکنی ببینیم. لبندن لذت استرسن سکر ناب، دخلده رنگ او مرکل برک سیراب. سچک bir خیمدür. سچک bir خیمدür باغ رخنده. سچک bir خیمدür باغ رخنده، که آنا رشته جاندر تناب. که آنا رشته جاندن در تناب. حالا اینجا یک چیزی نوشته فتک bir گوز چکدی مشتریه. احتمالاً این یه لهجه خاص ترکیه. علتش اینه که نمیتونه، برای اینکه مثلا این احتمالاً فلک باشه ولی مثل فتک، فستک اینجوری نوشته شده. فستک یا ق هم میتونیم بخونیم. گستک. گستون bir گوز چکدی مشتریه. احتمالاً گاشون باشه. Qəşun bir qoz çəkdi müştəriyə, ki 100 olmuş ana ənbərnab. Ki 100 olmuş ana ənbər nab. Cəmalun məscidində qıldı qaşun. Cəmalun məscidində qıldı qaşun. Cəmaət çün çox لگنده iki محراب. جماعت çoxluğundan iki محراب. این حالا قاف رو مثل ت نوشته. حالا میتونیم اون بعضی از چیزها رو حالا احتمالاً بتونیم از روی این بخونیم. به نظرم میاد این با مداد نوشته شده. مداد هم خیلی قدیمی نیست دوستان. مداد برای اینکه اینجا وقتی روی کاغذ میکشه، این مداد که نوکشم یه مقدار زبر بوده، این یک نوع، حالا نمیتونم توضیح بدم این رو، من ترکی بگم اینو خیلی راحت تر میگم تا به فارسی. Cəmalın məscidində qıldı qaşun, cəmaət çoxluğundan iki mehrab. Gəziri yu ədəm yara nəzərdən. Gəziri احتمالا اینجا باید بو ادم بخونیم یا یو یا کزوین یو ادم باره نظرده ندنلو جور اوگون اندیشه پرتاب. نه نمیتونم، این احتمالا یه لهجه خاصی از ترکی هستش که نمیتونم. شها yüzüm suyi az turdi aşkım, ne altundur ki ronak verdi simab.
sınık ahdün müdür bu zülfi purçam. sınık ahdün یا سنق احتمالا به معنی امتحان. سنق اهدن مدر بو زلفی پرچم گرل تختم مدارا مدر اول چشم پرخواب. احتمالا سنق اهدن مدر سوال میپرسه. Sanak ahdün müdür bu zülfi purçam Kızıl bahtım müdür ol çeşme purkhab. Ya وسا وعده سن یا دایتما یاد اتما احمد. وسا وعده سن یاد اتما احمد چه اولر چیمیا دنیاده نایاب. امیدوارم بتونم باش آشتی بکنم با این صفحه. آن چون görüner ol قامت بالا غریب چیم گل اندام olsa olur سرو نوش بالا یا سرو خوش بالا نمیدونم. نoldu kim bilmek dilersen ey sanam hüsnünge sabur cesur. Noldu kim bilmek dilersen ey sanam hüsnü cesur kim garibün maline vakıf degül illa garib. Kim غریبین حالینه واقف دگل الا غریب. حالا اینجا مال و حال رو دیگه وقتی که با معنی آشنا میشیم تفاوت رو میشه فهمید. Bu sebepten dil قرار eyler قرا زلفünde چی؟ Bu sebepten dil قرار eyler. حالا این دل دیگه من دارم دل میخونم دیگه، حالا این یه چیزیه. Bu sebepten dil قرار eyler قرا زلفünde çi şam erişti ki mahallede eder nerma va. eder eder معوا ادینر معوا. پس اینجوری بخونیم شام erişti شام erişti ki mahallede ادینر معوا. خطن ötür sebze ana gül camini çim روشنیم دنداننین بی سروی بی پا غریب. خط مسکین olsa خدنده نگار الملک یا نگارالمک بگیر. حالا من اینو خواستم عربی بخونم، به نظرم عربی نیست. حالا این الف لام رو ما میتونیم در ترکی مثل اولماک بخونیم دیگه، اولمک یا بله اینجوری بخونیم. الملک نیست احتمالاً. خط مسکین olsa خدنده نگار یا خدنده نگار المک دگل چون نگارستانده olmaz خط عنبرسا. زلف yüzünde garip olmaz yarın kim olar. زلف yüzünde garip olmaz yarın kim olar. Dil mencelde türle ز سنبل رعنا غریب. نتونستم اینو بفهمم. دامن جلده، حالا دل نخونیم، اینو به جای لام که مثل اون بالا بود چیز بخونیم. دامن جلده ترل ز سنبیل رعنا غریب. اینم فکر کنم که ترلز بهتره. حالا
دامن گلده، تراز سنبل رعنا غریب. تراز بخونیم، این رو اینجوری بخونیم. ساقیا، حالا اینجا مثل فکس نوشته، نمیدونم خکسم بخونیم همین. ساقیا عکس رخونده، ساقیا عکس رخوندن، جتورر جتور رنگین شراب. ساقیا عکس رخوندن، جر تر رنگین شراب. نتکیم بیرچی گل üzün لاله حمرا غریب. اینم üzün لاله حمرا. نمیدونم این خط خیلی. جب زندان، جب یعنی چی میشه؟ حالا یه تشدیدم گذاشته بالاش، جالبه. جب زندان ایلیب شوقی زنخدانون ل جان. احتمال میگم حب باشه، این جب شده. حب زندان ایلیب شوقی زنخدانین ل جان. çaha düşmüş yetür یوسف gibi cana. نه اینجا دو تا حرف رو نمیتونم بخونم. çaha düşmüş dur yetir یوسف کی gibi cana. نتونستم. این خط یه مقدار سخته. برم صفحه خیلی ریزه، برای همین من این رو یه مقدارم بزرگ کردم که بتونم سر در بیارم اشعار رو. نه این خط خیلی ریزه، با مداد بسیار ریزی نوشته شده و واقعا بعضی از کلمات بین لام و نون و ه، ف و قاف و میم خیلی شبیهن. نمیتونم این رو، حوصله بیشتری میخواد که این رو بخونه. بریم به صفحه 100 به بالا، شاید اونجاها با خط بهتری نوشته باشه. روشن یک قدر. نه کلمه احتمالا میگم این یک ترکی لهجه خاصیه. من بعضی از کلمات رو حتی نمیتونم بخونم. روشن یکی قده ماه مسعود پنهان دهنده در منصور. نه نمیتونم، این معنی نمیتونم. زلفین که رمجه سالده سایه یعنی چی؟ من اینها رو نمیفهمم، ببخشید. این کتاب رو همینجا بذاریم بمونه، حیفه خرابش نکنیم. انشالله یه روزی سواد من برسه بتونم اینها رو بخونم. نه بریم صفحه 234 ببینیم اینجا. نه خب بریم دوباره. اگر بتونیم تلگرام رو باز بکنیم و یه تعداد من اینجا یه کتاب دیگری دانلود کرده بودم، بذارید ببینم
یه دوست دیگری یه کتابخونه آنلاین دیگری رو به هم معرفی کرد. شباهت در حرف و عمل و دولت، نه این نیست. بریم همین اینجا ببینیم نسخ خطی اینجاست و ما یک کتابخانه دیگری رو یه دوست دیگری معرفی کرد و این هم یه چند تا کتاب اخیراً دیدم که گذاشته بود. زبان و ادبیات ترکی گفتگو، متاسفانه امروز تو کتابخانه دانشگاه این احتمالاً دانشگاه هستش. ظاهرا این çekmedi bülbül nefes ta gitti gül gülzarden hiç şafir kalmasın ya Rab cahanda yarsiz. صائب تبریزی. این هم صائب تبریزی ازش یه شعر اینجا گذاشته. من فکر میگفتن این یه دونه ترکی نداره ولی این که ترکی هستش. بذار ببینیم اینو میتونیم. فاعلاتون 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 فاعلون بحر رمل مسمن محذوف. من اینها رو دیگه نمیدونم. Gönlüm ol mahmur gözlerden değil azarsız. Kim görübdür bu xarab olmuş evi bimarsız. El be el gülzariden xurşid damanın tutar. Göz gösün göz gösün her kimçi şebnem tek qılır zəngarsız. Cüzcüsün cüzcü به معنی آینه. Cüzcüsün hər kim ki şəbnəm tək qılır zəngarsız. Çəkmədi bülbül nəfəs ta getdi gül gülzardən heç şafir qalmasın ya Rəb cəhanda yarsız. Xakisar پیشه qıl ta feyz حق yetsin sana. چی شد؟ Xaçsarlıq pişə qıl ta feyz haq yetsin sana. Kölgə salmaz mehri taban başlara divarsız. Küfrüsüz gər mümkün olsaydı nizami abucil baş tutardı sübhənin cəmiyyəti zunnarsız. Dərd و داغ eşq ilə saib olur insan mələk. Dərd و داغ eşq ilə saib olur insan mələk. Kamil olmaz سیم و زر مغشوش olanda narsız. حالا که شعر از این آدم خوندیم نمیدونم خودش نوشته یا ترجمه کردن. بذارید ببینیم چیز دیگری. قطعه نسخ اثر اورل دönmez از کشور ترکیه. جمله منصور یا olduğun gibi görün یا göründüğün gibi ol. این هم یه خطی بوده که حالا ظاهرا در دوره اینجا نوشته نسخ اثر اورل دönmez از کشور ترکیه. به نظرم این از کشور ترکیه نیست، این از کشور عثمانیه. حضرت مولانا ازش یک خط اینجا نوشته من ترکم و سرمستم ترکانه قلج بستم. میگه این هم یک کتابیه که Türk dili oxu. این هم یک کتابیه که Türk dili oxu. Uşaqlar üçün kitab. دیوان ترکی شیبان خان شیبک خان ازبک. این کتاب کجا هست اگه برسه ببینیم میتونیم اینو دانلود بکنیم. دیوان ترکی، بله این حالا شیبک خان رو امروز دانلود بکنیم ببینیم. این ازبک هم هست، به لهجه ازبکی هست. اگه بتونیم این رو بخونیم که عالی میشه. چند صفحه ازش هم اینجا عکساشو گذاشته تا اون دانلود بکنه ما این عکس‌ها رو نگاه کنید دوستان. چقدر زیبا نوشته شده. خیلی زیبا خیلی زیبا، ارزش بسیار بالایی داره. بلوغ گالاچورلو
اینم احتمالاً صفحه اولشه. هنوز اون داره دانلود میکنه، خیلی طول میکشه. بذارید اینو نذاریم دانلود بشه. سلجوقیان و پاسخ به تحریف درباره آنان، اینم که دوباره یه مقاله هست. شروع کرد همه رو دانلود بکنه. من یکی رو زدم، حالا این همه رو میخواد دانلود بکنه. اینجا هم با یک کتاب صفحه اولی تورات ترکی با خط عبری ترکی یهود متعلق به گرایم. حالا اینجا بذار ببینیم این کجاست. میگه صفحه اول تورات ترکی با خط عبری ترکی یهود. حالا این دیگه من نمیتونم اینو بخونم دیگه. این گرایم نسخه جان رایلند انگلستان. متن این تورات توسط مستشرقین خوانده و مورد بررسی واقع شده است. آیات اول سفر پیدایش عهد عتیق اول باشتا یاراتı تانری شول gögünü. این رو داره چیز میکنه، میگه که یعنی اینجوری ترجمه کردن. اول باشتا یarattı تانری شول gögünü da şul yerini da şul gögünü da şul yerini da ol yer idi viranda bu boşta karanlık yüzü üstüne deryanın. حالا این به این شکل ترجمه شده، یعنی خوندن، ولی با عبری، با الفبای عبری نوشته ترکی رو. یعنی این نشون میده که یهودی ها یا ترکانی که یهودی بودن و خیلی زیاد هم ترکانی بودن که یهودی بودن و الان هم هستن، ترک های زیادی هستن، به خصوص در روسیه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و آذربایجان امروزه و خیلی جاهای دیگه. این یهودی ها هستن که زبان مادریشون ترکیه. در نتیجه اینها با الفبای، احتمال میدم حالا اینجا گفته قرم ترکلری، قرم الان تو اشغال روس و اوکراین هست اگر اشتباه نکنم و اینها زبانشون ترکی هستش، ولی چون یهودیان و چون قبلشون یهودیته با الفبای عبری ترکی رو یادداشت میکنن، مینویسن و اینجا این رو با الفبای، اینجا هم گفته الفبای ترکی یهود. ترکی یهود الفبای با الفبای ترکی یهود نوشته تورات رو نوشته. الفباش عبری هست، اما اون چیزی که نوشته شما وقتی بخونید ترکی میخونید، مثل فینگلیش دیگه، یه چنین وضعیتی داره. خب اینم که هیچی. این چی هستش؟ لغت اربعه ترک، عربی، ترکی، فارسی. اینم یک کتاب هستش که حافظ ابراهیم افندی نسخه اینم بذارید دانلود بکنیم، این بهتر انگار یه لغتنامه تازه‌ای هستش. بذارید اینو ببینیم. یهودی رو دیگه دانلود نکردیم. خط زیبای نستار جغاتای، اینم جغاتای رو که نتونستیم بخونیم. من در زبان ترکی بسیار حالا اینجا رو نگاه کنید. اینجا گفته که صفحه آغاز ترجمه ترکی انجیل یوحنا به خط لاتین، دوباره به خط لاتین نوشتن. حضرت عیسی'nin müqəddəs انجیلی necə ki yazdı müqəddəs یوحنا او اولیncی فصل. حالا این داره از یوحنا فصل اول اینجوری ابتداً کلمه واریدی و کلمه الله'un yanında idi و الله کلمه ایدی. خود الله می کلمه بود. این انجیل توسط بالتازار دولاویز میسیونر فرانسوی در اصفهان دوره صفوی نوشته شده است و مستشرقان آن را جزو آثار ترکی میانه ترکی عجمی قزلباشی میدانند. اینجا یه ایران اضافه کرده برای اینکه بخواد بگه نه آقا این دیگه ترکی عجمی قزلباشی دیگه. درباره دلاویزیر اطلاع زیادی در دست نیست و نوشته‌اند بعدها در ارتش روسیه به خدمت گرفته شده و در نبرد آزوف جنگ پتروشکویر با عثمانی‌ها مجروح می‌شود و به سال 1697 هم در اثر جراحات همان جنگ در مسکو درمی‌گذرد.
این کتاب چی است؟ صحافتی اصلی به زبان یونانی که به خط عربی و با موضوع آموزش تعالیم اسلامی در قلمرو امپراتوری عثمانی نوشته شده و کلمات دخیل ترکی آن قابل توجه است. محفوظ در کتابخانه بادلیان انگلیس. نگاه کنید، این هم ظاهراً به زبان رومی هست، یونانی هستش، با الفبای ترکی عربی و صداگذاری شده. شکری آکتوپماس. حالا دیگه اینا رو من دیگه نمیتونم بخونم، از اینا رد بر این کتاب این وبسایت هم یه چین کارهای زیبایی رو داره انجام میده. فضولی، اینم بادوبنگی فضولی هستش. شرح ترکی بر من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. دیوان سلطان بایگرا رو خوندیم، حالا اینم بذاریم اینجا دانلود بشه. این که از ترکی کتابخانه است، کتابخانه ترکی. البویروک اثر شیخ صدوق. این البویروک هم خوب مهمه، بذارید اینو بذاریم. من اینو یه بار دانلود کردم خیلی سال پیش، مربوط به صفویه هستش. اوامر. این کتاب گویا ترجمه صفات و صفای ابن بزاز است که نشاطی شیرازی آن را در عهد شاه طهماسب صفحه به ترکی ترجمه کرده است. در پایان کتاب شجره‌نام شاه طهماسب آمده است. ترجمه نشاط با عنوان تذکرة شیخ صفی توسط داوود بهلولی منتشر شده است. بذارید اینم از اینجا دانلود بکنیم. این برای دانلود نیست، عکسشه. نگاه کنید نقاشی رو. نقاشی زیبایی رو در اینجا میبینیم. اصل کتاب باشه دانلود میکنیم که داشته باشیم. یازما باغشلار. این کتاب هم دیوان فضولی. بذار ببینیم این دیوان فضولی، بذارید دانلود بکنیم. من از این نسخه فکر کنم دیوان فضولی را 4-5 بار تا الان دانلود کرده باشم. اسعدی افندی. اینم اسعدی افندی یا نه؟ احتمالاً همون باشه. آذربایجان پست. اینم که چه عروض ترکی. عروض ترکی مربوط به وزن ترکی هست. 1291 در 190 صفحه نوشته شده. بذارید دانلود بکنیم. امیرعلی شیرنوایی. من اینو دوباره دانلود کردم قبلا. کشف الهدی فی صفت المصطفى خط الیاسما. کشف الهدی فی صفت المصطفى ترجمه و شرح قصیده برده بوصیری کمال الدین حسین خوارزمی، نسخه برلین. بذارید دانلود بشه ببینیم چی هست. حدیقة السعدا. خیلی چیزه این. فکر کنم که یک بار اینو دانلود کردیم. حدیقة السعدا اثر حکیم ملا محمد فضولی. نخستین مقتل نامه به زبان ترکی که فکر کنم 1-2 روز پیش خواندیم این رو، ولی این نسخه دارای این مینیاتورهای خیلی زیبا هستش. من اینو تلاش میکنم اگه پیداش بکنم دانلود بکنم. این ارزش دانلود کردن و نگاه کردن رو داره، متاسفانه نمیشه. حالا بریم ببینیم شاید یه جای دیگری این کتاب رو پیدا کردیم. ناصرالدین شاه ازش از دستخطش رو اینجا گذاشتن. این کتاب اسنلیکلر ادمین نواینی نصرندن جهتای نظام الدین احمد.
شاعر متخلص به سهیلی معروف به امیر اعظم شیخم بی و شیخم سهیلی. اصل وی از اولوس جغتا و از شاگردان آذری بود. حالا یه نفر یه شانسی رو داشته که رفته توپخاپی اونجا این کتاب ها رو دیده. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی یکی از آرزوهای من این هستش که بتونم تصویر شاه اسماعیل صفوی ترسیم بهزاد، یکی از آرزوهای من همینه که یه امکاناتی جور بشه، الله تبارک تعالی این کاری بکنه که بتونم کتاب‌های ترکی رو برم ببینم در چند کتابخانه. اینجا نگاه تصویر سلطان حسین بایگرا اصل کمال الدین بهزاد. ندادlıdır senin eşkin. شعر سلطان ولد. بذار باز بکنیم. این سلطان ولد مثل این که این صداست. بله این صداست. اینم احتمالا موسیقی بیکلام ترکی şad. Xəzərlər Türk İmparatorluğu Döktür Məhəmməd Rza Kərimi Bağban cenaplarının kitabı olacaqdı. این کتاب باشه. مقتل آل رسول. این نگاه کنید این کتاب چقدر زیبا هست. نگاه کنید. وای Allah'ım bax gözəlliğə bunun gözəlliyinə sən bax. نگاه کنید این مینیاتورهای زیبا رو. این هم جزو همون چیزاییه که ممکنه صفحه چند میلیون دلار بفروشن این رو ها. نگاه کنید، نگاه کنید. و اون وقت اینها رو از ما دزدیدن. این فارسا هم نمیذاره ما اینها رو ببینیم. اگر بشه این کتاب رو دانلود کرد. نه Xəzər Türklər İmparatorluğu Ustad Bağban Kərimi'nin چاپ دیوان چاپ سنگی مرحوم محمد امین دلسوز خیابانی ملقب به استاد. ایشون هم اینجا چاپ سنگی. این حالا یه نفر اینو فرستاده که مخزن الاسرار. این مخزن الاسرار هستش. میر حیدر ترکیگوی. این رو اگه بتونیم پیدا بکنیم دانلود بکنیم خیلی عالی میشه. دیوان دلسوز مشتاقان مولوی. حدیقة السعدا رو دانلود داریم میکنیم. این دیگه البته یه نسخه دیگر، یه نسخه ها خیلی با هم متفاوتن. مخزن الاسرار میر حیدر ترکیگو. اگر بشه این رو دانلود بکنیم خیلی عالی میشه. این مخزن الاسرار چند صفحه ازش گذاشته. نگاه کنید این مینیاتورهای بی‌نظیر رو نگاه کنید. این اول کتاب و این جلوه گلا باشلاری خوش صحاب. من فکر می‌کنم این کتاب رو خونده بودم ولی حالا اینجا داره با مینیاتورهای به این زیبایی. کاش بشه این کتاب رو دانلود بکنیم نگه داریم. تبریزین دیوانه تأسف منده یخت میگه. حالا با تأسف بر اینجا دارن دوستان با هم صحبت میکنن. کتاب ها رو که دارن دانلود میکنن با هم شیر میکنن ظاهرا. Siz edin gərdəni minaya baxın. Seyr edin gərdəni minaya baxın.
sərimi saldı nə sövdaya baxın, zülf müşkini salıb arizinə, gün küsuf eyləyib ol aya baxın. Can alar qaşı tökər kipriyi qan, mərhəba ol oxa, ol yaya baxın. Qəmrəsi qanlar içib məst olub, can alan nərgisi şəhlaya baxın. Əksi mey çöhrəsini al qılıb, açılıb ol göy həmraya baxın. Gör bənəvşə açılıb, ya ki salıb, xətti gül arizinə saya baxın. Bükübən qamətini dal eləyib, sərvi tək ol qəddir ənaya baxın. Hicri ol mah ruxun heyrani, saldı məcnun kimi səhraya baxın. Heyran خانم، این شعر از حیران خانمه که احتمالاً اینجا موسیقی هم داره. ببندم دوستان، برای اینکه این بعداً یوتیوب میگه که این موسیقی ها رو نمیتونید بذارید، برای من مشکل ایجاد میکنه. آدلار اینجا اسامی ترکی رو جمع کرده اینجا در 2 جلد. خودش هم کتاب قدیمی هست، جدید نیست. اینجا گفته که استانبول 1339، حدود 116 سال پیش یا 106 سال پیش این کتاب رو در دوره عثمانی این کتاب رو نوشتن. سفرنامه ابن فضلان، اینو دانلود بکنیم، لازم هستش که ببینیم ابن فضلان چه چیزی گفته. لطفی و دیوان زکی ولید، این 914 گازان، اینم داره دانلود میشه. Babirin Risale-i Uruz kitabından bir nüsxe, Babirin Risale-i Uruz kitabından bir nüsxe xətt oxuyaq. این هم اتراک arasında bir surud barkim. نگاه کنید، اگر چاپی باشه من خیلی راحت میخونم. این خوندن کتاب‌های دستنویس خیلی سخته. رساله اروز بابر پاریس الیازماسه، این فکر کنم یک کتاب رو من بذاریم حالا دانلود بشه، هیچ اشکالی نداره که اگه تکرارم بود تکرار بشه دیگه. این هم موسیقی هستش. Vaxtında gəlmədim bu dünyaya mən, 30-40 il qabaq gəliydim Allah, qoşulub Cavidə Əhməd Cavida, Sibir çöllərində olaydım Allah. این دوستان ما وقتی ما متاسفانه در 250 سال گذشته به خاطر اینکه از ملت خودمون، از تاریخ خودمون بریده شدیم، مثل سامان، مثل کاه شدیم در دستان بادی که این غربی ها، این مسیحی ها، این قدرتمندانی که ثروت، قدرت نظامی و قدرت مالی رو دستشون بوده، دست اینها باد بودن و ما فرزندان ترک مثل کاه بودن در دست اینها که این باد اینها رو به هر جا، یکی میشد کمونیست، سوسیالیست، مارکسیست، مائویست، هر چی میشدیم الا ترکیست، الا ترک. و به این خاطر هم در همه اونها یا اعدام میشدیم، رفتن مجاهد شدن، رفتن توده‌ای شدن، رفتن فدایی شدن، رفتن همه چی شدن.
میرفتن اونجا کشته میشدن دیگه. ما از خودمون بریدیم و برای اینکه به یه خودی بره نیاز داشتیم که یه اتکا داشته باشیم، یه جایی داشته باشیم بهش تکیه بکنیم، بتونیم حرکت اجتماعی بکنیم، بتونیم نوآوری بکنیم، بتونیم بسازیم. در نتیجه چسبیدیم به ایدئولوژی های وارداتی که دشمنها برای سرگرم ساختن ما می ساختن تا ما به اینها سرگرم بشیم ولی از اون اصلیه که مال خودمون هست غافل بشیم. در 250 سال گذشته 10 ها مذهب، 10 ها جریان سیاسی، 10 ها حزب، 10 ها ایدئولوژی ساختن و ما ترک هایی که از خودمون بیخبر بودیم و تو این زندان جهل بودیم اینها رو جلوی چشمان ما میذاشتن و ما حق انتخاب از این مذهب ها و ایدئولوژی ها و جریان ها و احزاب سیاسی و اینها داشتیم، الا اون یکی که مال خودمون بود حق نداشتیم اونو ببینیم. در نتیجه هم قربانی اینها شدیم. در این 250 سال گذشته وطنمون اشغال شد، زبانمون اشغال شد، مغزمون اشغال شد و ما برای اینکه یه خودی داشته باشیم، به یه جای تکیه بکنیم، فقط به اونها که حباب روی آب بودن و دشمن اینها رو برای زمانی گذرا ساخته بود و روی آب انداخته بود، به اینها دست میزدیم که نجات پیدا بکنیم. ولی نجات ما در اونها نیست. نجات ما برگشت به ایدئولوژی خودمون هست، افکاری که خود پدران ما ساختن، از ماست این افکار و برای ماست منافعش. هر افکاری که از ما نیست، هر چیزی که از ما نیست برای دیگرانه، منافعش میره به دیگران و ما رو در خدمت دیگران قرار میده. 4 صفحه لغت ما آخر رساله مبین در معنی لغات ترکی که اینجا، حالا اینم از این کتاب مبین بابرشاه برلین الیازماسی، اینم فکر میکنم که کتاب مبین هست، البته مبین. بذارید اینو هم دانلود بکنیم. حالا یه چند تا کتابم از این کتابخانه دانلود بکنیم. مقتل آل رسول رو حالا چیز کردیم دیگه، دانلود داریم میکنیم. این کتاب از تصویر صحرای کربلا که این رو هم دیدیم. این هم یه آهنگ دوباره یه موسیقی هستش، شیرنوایی. این کتاب چی هست؟ مسئله ارمنی در 100 سند در آرشیوهای دولتی روسیه، دکتر محمد پرینچک. اینجا رفته آرشیو روسیه رو دیده و 100 سند در آورده که این چی هست قضیه بین ارمنی، جنگ روانی و روانی بین ارمنی ها با ترک ها چی هست. دیوان بدر شیربانی، فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، انستیتوی خاورشناسی. این کتاب رو جالب هست، بذارید دانلود بکنید ببینید. در فقط همین صفحه هست، امیدوارم همین 140 صفحه است. خوبه، بذارید اینو دانلود بکنم. من دانلود شده انگار، به خود این دانلود شده. جالبه، بذارید این باشه. اینو حالا همینجوری برمیگردیم اینو میخونیم. یه خاندان سولی، مقاله خاندان سولی دیوان نه اینو بذاریم ازش رد بشیم. واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم، گیلک و دیگم. حالا اینجا یه کتابی هم در این زمینه نوشته شده، خیلی جالب هست. دیوان صائب، من فکر می‌کردم، من شخصا دیوان صائب رو دانلود کردم، تلاش کردم ازش یه شعر ترکی پیدا بکنم، یادم نمیاد گفته بود که هست، ولی اینجا آورده ازش چند تا صفحه رو خودش اینجا نگاه کنید. آورده چند تا، من حالا دارم نگاه میکنم که شاید بشه این رو. آشکن جز یاشنا ره میلمز الافتاب. بذارید اینجا حالا از روی دیوان داریم بخونیم. آشکن جز یاشنا
رحم ایلماز ol آفتاب yığılmak ilan aparmaz o dilbesenden can kebab. احتمالاً اینجا aşıkın göz yaşığa رحم ایلماز ol آفتاب yığılmak ilan aparmaz orada لبیندن جان کباب. حالا اینجوری باید بخونیم. باش ورنده خنجر سیر انگاه بیتمز سنا. این کتاب رو حالا اگر پیدا بکنیم خیلی شاید هم خیلی چیز کرده بودیم، زیاد بزرگش کرده بودیم، برای همین Gerçi sabir özünü baştan geçenler hubab. Geçenlerden hubab. İçtiganlar ol sitemger ta kebab etti meni. İçtiganlar o sitemger ta kebab etti meni. Çekti o dün intikamın döne bu kebab. Çekti o dün intikamın döne bu kebab. Hak oldum ol keman ebru ve o gudun seyd etmena. Bilmedim kök yayından düşmez yere tir şehab. Bilmedim gök yayından düşmez yere tir şehab. Ger tutuşsa ateş ruhsar berin berendedir. Ger tutsa ateş ruhsar berin berendedir. Eylasun aşıklarıyla neçe yüz sızlık nugab. Şefaqat ila bir kez başın götür toprağıdan. Şefaqat ila bir kez başın götür toprağıdan. Nece yolunda ihtimalen nece başı, nece yolunda şefaqden turlesun gan aftab. Terlesun gan aftab. فارغم سنگ ملامت içre جور چرخیدن نیلسون گوهرده اولان سوی موج انقلاب عقل عشق اتماک. حالا این عشق اگه بخونیم اینو نقطه نداره هیچ کدوم، نه شین نه قاف. عقل اتماک söz ilan sehl و آسان görünür. اهل احتمالاً عشق نمیشه. اهل او اتماق یا اتماق söz ilan sehl و آسان görünür. Baş ağardı nafenün تاغلانان ادی مشکناب. حالا این یه مقدار هم این صفحه یه جوریه که نمیتونم بخونم. حالا دلیل میارم دیگه، یه جوری دلیل بیارم چرا نمیتونم بخونم. برگی از مرقعات ترکی. این هم نقاشی بسیار زیبایی از این کتاب. تصویر از جانشاه حقیقی سلطان قره‌قاینلو. این سلطان قره‌قاینلو جهانشاه در 839 هجری قمری احتمالاً ایشون حاکم بوده. در موزه لوور این نقاشی داره میگه که نگهداری میشه. حالا این از یک کتابی بریدن گذاشتن اونجا.
ما به یه چنین بدبختی مبتلا شدیم. شاه اسماعیل صفوی خطاینین الیازما نسخسیندن. این هم از الیازما نسخه کجا هست؟ این اگه بتونیم پیدا بکنیم این هم کتاب جالبی خواهد بود که دانلود بکنیم. اینجا حالا دوستان یه کار جالبی کردن، اینجا میبینید این مینیاتور رو دادن به این نقاشی های جدید، AI های جدید که نقاشی رو متحرک میکنه. خیلی زیبا شده. اینجا داره این یارو با اسب میاد و اینجا اینها هم حرکت میکنن. خیلی زیبا این رو به حرکت در آورده. اینجا اون رو بدون حرکت میبینیم، همون اصل کتاب رو میبینیم. اینجا هم این آدم نشسته کتاب میخونه انگار پاشو هی بر میداره. خیلی جالب هست، خیلی جالب. کار جالبی کردن با این عکس‌ها، نقاشی ها. ببخشید. نظر هوش مصنوعی درباره کتاب سازمان سözü که اینم ببینید هوش مصنوعی که الان داریم میگیم دوستان، این هوش مصنوعی بی‌طرف نیستش برای اینکه این کتاب هایی که برای این کتاب خطی رو فعلا ندادن به اینها و این هوش مصنوعی کتاب های چاپی جدیدی رو که اسکن شده دادن به این میدن و این از طریق اونها میگه و اینها همشون فارسی یا انگلیسی یا روسی یا آلمانی هستن که بر اساس اراده این اشغالگران نوشته شده و اینها حالا شما هر سوالی که بپرسید البته باهاش اگه چالش بکنید، این رو به سوال بکشید، هی تحت فشار قرار بدید، نظراتشو تغییر میده، به طرف شما متمایل میشه. به خاطر اینکه گفتم این کتاب ها، این مقاله ها، این روزنامه ها، این مجله هایی که دادن به این ماشین های الکترونیک، اینها همین ها رو برای شما تکرار میکنن، جواب ها رو از اینجا میارن به شما میدن. در نتیجه اینها قابل اعتماد نیستن. نه اینکه اینا هر چیزی میگن قابل اعتماده، نه. واقعیت اینه که اگه بخوایم باید صبر بکنیم تا این کتاب های دست نوشته هم برن داخل این AI ها و ما بتونیم از طریق اونجا حالا با یک کتاب های جدید دسترسی پیدا بکنیم، منابع جدید قدیمی رو در اونجا بدن که منابع جدیدی درش باشه، وگرنه اینجا دیگه بیشتر کتاب نیست، اینجا بیشتر صحبته. من از این خارج بشم، به همین اندازه کافی ازش فهم کنم. بیش از 10 جلد کتاب رو بله اینجا دانلود کردیم. نگاه کنید ببینید چند تا در هر صفحه سطر 6 تا کتاب دانلود شده. این 18 تا 19 تا حداقل کتاب در اینجا چی شده. من از این بالا شروع میکنم. فرهنگ گیل و دیلم رو ببینم چه مدتی الان من آنلاین هستم. احتمالاً 1 ساعت و 18 دقیقه. پس همین کتاب دیلم رو باز بکنیم. واژه های ترکی در فرهنگ گیلک و دیلم. این جدیداً نوشته شده. این کتاب جدیدیه بر اساس الفبا اونهایی که در اونجا هستن. اونجا آقاباجی اصلش آقاباجی بوده، آبجی الان شده. در خود آذربایجان آبجی به کار برده میشه، در تهران هم فارسا این رو به عنوان آبجی به کار میبرن. آبجی میشه. آچار چیزی که باز بکنه. آچار. آداش، آقا داداش. آرخالق، همین کتی که ما میپوشیم بهش میگیم آرخالق. آش، به غذا آش گفته میشد در زبان ترکی. در نتیجه الان امروزه به غذاهایی که آبکی باشه گفته میشه، ولی اون چیزی که در دیگ بپزند یا در قابلمه بپزند بهش میگن آش. آقا که آقا هستش، آقا هم یه واژه دیگری هستش. آقا یا آقا. آل به رنگ قرمز گفته میشه یا رنگی که 2 رنگ باشه یا گفته میشه. البته آل
اینجا گفته زن آل، این هم در روستاهای برای اینکه بچه ها رو بترسونه یه داستانهایی رو میگفتن. البته زنهای بیچاره هم که در گذشته در سن بسیار کوچیک ازدواج میکردن، یعنی مجبور به ازدواج میکردن دختران 8 9 10 12 13 ساله رو، اینها هم از همون داستانهای جن و پری و آلننه و اینا میترسیدن بنده خداها، و وقتی میخواستن زایمان بکنن فکر میکردن که اون آل میاد. از نظر روانی خالی شده بودن، یعنی از نظر روانی مادر بزرگها، پدر بزرگها، فامیل ها این بچه ها رو خالی میکردن. اینم وقتی فکر میکرد، یعنی اعتماد به نفسش رو از میداد و فکر میکرد که واقعا یه آلی وجود داره، وقتی من زایمان بکنم میاد این جگر من رو هم همراه بچه میکشه میبره، و خب به راحتی تسلیم مرگ میشدن و میمردن این دختر جوان ها. آنا که امروز در ترکیه هم گفته میشه، نه آنا در آذربایجان رایجه. آیاز، دایاز، به جایی که حالا من دیروز داشتم فکر کردم، با یه دوستی هم بحث میکردیم، دقت بکنید ما اسامی ماها رو، سلام عزیز، حالتون چطورید؟ خوبید؟ اسامی فصل ها رو نگاه بکنید. بهار چی هستش؟ اگه دقت بکنیم این در زبان ترکی تبدیل میشه که باخار. شما وقتی از زمستان میبینید، زمستان همه جا چیزه، در مناطق ترک نشین، نه مناطق استوایی رو نمیگم، همه جا سفید برفیه. خب شما اصلا چشمتون هم درد میکنه، یه ذره که آفتاب بزنه همه جا نور میزنه به چشمتون و خیلی چیز نیست. ولی وقتی که فصل عوض میشه و همه جا گیاهان رویش میکنه، رنگ ها عوض میشه، گل چیز میشه، اسمش بهار. زبان ترکی این حرفا به هم چیز میشه، یعنی نگاه میکنید، اون به شما نگاه میکنه، شما به اون نگاه میکنید، معلوم نیست، همه چیز بهار دیگه، بهار، همه چی به هم نگاه. من فکر میکنم این بهار همون کلمه باخماق، از این کلمه باخماق به وجود اومده باشه که بهار شده در اثر تکرار و لهجه های مختلف. بهار، باکار. ما میدونیم که من فکر میکنم بهار از کلمه باخماق ساخته شده و به تدریج لهجه های مختلف عوض شده، رفته بهار شده یا باکار شده، اینجوری. بعد از بهار اول یاز. حالا یاز دوباره به معنی رویدن هست. یازماق هم از اونه، یعنی طبیعت یه چیزی رو می نویسه. قبلا هم دیدیم بیتیک، کتاب رو هم از همین گرفتن، گفتن بیتیک یعنی چیزی که رویش میکنه، میروید. حالا این فکر شما میروید، این قلم نوشتن شما میروید، یک کتاب تبدیل میشه. بیتیک از اونجا اومده. بیتمک یعنی رویدن. و یاز یعنی چیزی که هوا اون چیز رفته، یه مقدار چیز میشه، چشما همه چیز رو میبینه. یاز. یای میدونیم که به کمان گفته میشه، در فارسی به یای کمان گفته میشه. و این گرما به تدریج که از زمستان داریم دورتر میشیم هی کشیده میشه و به اوج میرسه که میدونیم دیگه. بعد اومدن ترک ها پایز گفتن، از پای هست. پای به معنی سهام. این رو قبلا من توضیح دادم. منم پایم، سنم پاین، اونم پای، جلینم پای، نشانlı kızım پای. این هم از اینجا میاد. و قش به پا هست.
ما معمولا در زمستان بالا تنمون برف نمیشه، زیر تنمون، زیر تنه پایین تنمون بیشتر تو برف میبینه. اینم به احتمال میدم به خاطر اون قش به اون باشه، البته به معنی احتمالا سرما و اینها هم باشه، من نمیدونم. ولی به هر حال آیاز یعنی روشنایی. از تاریکی که میایم حالا صبح داره یواش یواش آیاز میشه، یعنی اون چیز میره. وقتی برف ها بره ببخشید ابر اومده، وقتی اون ابر داره میره آیاز میشه. دایاز هم اون وقتیه که آب کم میشه و شما میتونید مثلا ازش رد بشید یا خیلی عمیق نیست، دایازه. اشینمک این مرغ که داخل خاک خودشو چیز میکنه به اون میگن اشینمک. ایلات همون فارسی شده ایلات. اینم از اون. حرف اوگ، هر حرفی کلمه‌ای که قاف داشته باشه تقریبا ترکی هست، تقریبا که نه همش ترکیه. اتاق، تاق، اتاق، همین که تاق میگیم این یعنی چیز هستش. معمولا این کار رو من الان یادم افتاد، بناها میگن تاق میزنن. وقتی بناها میخوان سقف رو بسازن میگن تاق ورورخ. نمیدونم فارسی هم تاق به کار میبرن یا نه. فکر میکنم تو فارسی هم تاق به کار ببرن. اتاق از تاق ساخته شده. اوغور سفر خوب. اینا حالا اینجا اومده خیلی زیبا، مثلا اینجا باش یعنی از این ور تا اون ور. باش یعنی از این ور تا اون ور کل این چیز. بیرق اینها ترکی هستش. بزک، خانم ها بزک میکنن، عروس که میخواد بره بزک میکنه. بلگه هم اینجا گفته که چی؟ بیلینگه میگه هیزمه. حالا اینجا در اونجا گردآوری هیزم به کار میره. بلگه. بوکچه الان به فارسی رفته شده بوکچه، همون بوخچا یا بخچه هم گفته میشه. بشقاب دیگه گفتیم هر چیزی که قاف داشته باشه اون ترکی هستش. بخو دا این زنجیری که به دست و پا میزنن، بخو باغلالار. پیلمه با حرف پ، پیلم و توپ اینها هم ترکی هستن. داش اینم تو اونجا هستش. تخماق هر چیزی که باهاش یه چیز رو بزنیم میشه تخماق. اون چیز رو هم حالت له بکنیم، مثل اون تخماق، اون وسیله ابزاری که کسی که میخواد پشم رو با دستگاه بزنه، نرم بکنه، جدا از هم بکنه، اون رو بهش میگن تخماق. اون گوشت رو که میزنیم با، حالا الان رایج شده گوشت کوب، اون اسمش تخماقه، اونم تخماق هست. اون چیزی که گوشت رو داخل ماشین چرخ گوشت میذارید، یه چیزی هستش میزنید، اون تخماقه. تمامی تخماق هم همون شکلن، حالا یه مقدار کلفت و نازک و بزرگی داره ولی تخماق به همون شکله. من 3-4 نوع تخماق رو الان تو ذهنم هستش. خانم، خانم، خاله خانم، اینا چیزن. جوجوق حالا اینجا به نام پسر بچه گفته میشه جوجوق. البته در ترکیه جوجوق به بچه گفته میشه، کلا هر دختر و پسر نداره. اینجا اینا این رو در پیله و چای، کسایی که در کال پیله و ریو چین دارن به این کارگران میگن چوجوق. چاخماق
حالا یه دوستی خیلی زیبا این رو کار کرده، ویدیو گذاشته که دو تا سنگ رو به هم میزنن چاخماق میشه. دو تا سنگ رو که هر چیز رو که به هم بزنید میشه چاخماق. دو تا آهن رو به هم بزنید، هر چیز رو به هم چاخماق میشه دیگه، اینا به هم زده میشن. چاخماق، تفنگ چاخماق داره، سنگ چاخماق داریم که میزنیم روشن میکنیم. چارق یک نوع کفش پوش هستش که حالا کفش چالا چخور. چالا چخور یک چیز گود، یه جای گود روی زمین باشه، البته بهش میگن چالا چخور، چالا چخور. چتین سخت، اینجا ظاهرا در گیران رایج هستش. ملال‌آور، سخت، دل‌آزار. چپر به دیواری گفته میشه که از بوته‌های خاردار اون رو بذارن. معمولا هم این بوته‌ها حالت نجوری، مالا من اینو فارسیشو بلد نیستم دیگه، درخت نیست، کلوف نیست، کوچیکم ولی چوبن، چوب‌های خاردار، بوته‌های خاردار که خشک شده بهش میذارن تو اطراف خونه‌ها یا اطراف انبار، اطراف اگر فصل زمستان نباشه تابستون، برای حیوان‌ها رو اونجا نگه می‌دارن که گرگ و اینا نره و اون حیوانات هم از اونجا نیان بیرون اینها، ولی باید حتما خار داشته باشه. چپر. چپ، ما به آشغال چپ میگیم. جالبه که در گذشته ما فقط چرچپ داشتیم و چلوک، آشغالدونی نداشتیم ما در گذشته، برای اینکه نمی رفتیم کمپوت بسریم، کارتون تو اینا آشغال بخریم که حالا آشغال داشته باشیم. ما هر چی که بود اون رو استفاده می کردیم و اگر یه چیزی مونده بود، چلوک یه جایی بود که هر چی رو که می سوختیم لازم نداشتیم حالا اضافه پارچه بود، می رفتیم اونجا می انداختیم، اسمش چلوک بود. جایی بود که اولش ما خاک به جا مونده از سوختن هیزم و اینها رو جمع می‌کردیم می‌ذاشتیم یه جایی، این چول بود اسمش. اون چیزی که از سوختن هیزم به جا میموند اسمش چوله. حالا این رو یه جایی می‌ریختیم، اونجا میشه چلوک، جایی که همه چولهاشون رو می‌آوردن می‌ریختن اونجا. و به آشغال هم میگفتیم چرچپ. اینجا هم هست چوی یا چیو، همون چیو شده. چیو میخ، به میخ که فلزی هستش میخ گفته شد بعدها، عربیه، ولی به جای قبلنا که میخ نبود، آهن نبود، از چوب استفاده میکردن برای چفت و بسط هر چیز چوبی. از چفت بسته‌های چوبی استفاده می‌کردن، اسمش چیو بود، چیو، که این رفته چوب هم شده و برای این استفاده می‌شد. چغول لماغ جالب شکایت کردن. چغول کسی که هی شکایت بکنه از دیگران، بهانه بگیره. چغول کسی که یه جوری بهانه میگیره که یکی رو کتک بزنن. چغول لماغ یه کاری میکنه که یه کسی حالا ازش ناراضیه، فقط هی اون کتک بخوره. چمچه این وسیله‌ای که باهاش غذا رو میکشن، غذای آبدار رو. البته چمچه معمولا به این میگن. قاشق بزرگ خیلی بزرگ که باهاش چاووش یا چاووش که میدونیم این کسی که حالا چجوری اینو بگم، چاووش در اینجوری بوده. اون چیزی که من تو ذهنم از بچگی، وقتی یکی به یه سفر زیارتی میرفت، حالا یک فرد یا خانواده، معمولا از به دهات اطراف هم میگفتن که هر کسی میخواد بره زیارت یا اون سفر دور، با هم در یک روز حرکت بکنن، به یک کاروان تبدیل بشن و اینها
در یه روزی که قرار بوده برن، یه آدمی که یه مقدار مسائل دینی رو خواندن و اینها رو میدونست، اینا می آوردن این جلوی این جمعیت حرکت میکرد، با صدای بلند یه چیزی رو میخوند و میگفت مثلا صلوات، اونها همه هم پشت سر اونها صلوات میفرستادن. این به اسم این آدم چاوش بود. احتمالا یه معنی دیگری هم داشته باشه، من نمیدونم. چی چ چ یا چی چ، اصلش چ دیگه، چ، پچاقچı، کفچی، آتچı، داشتگاچı، میوهچی، هر چیزی که این به آخر کلمه میچسبه، به هر چیزی که به چسبه تبدیل میکنه به شغل. گازیتچی، روزنامه‌چی، کebapçı، tüccarçı، idareci، دولتچی، اینا یعنی کارمندان دولت. حالا اینجا با ده هستیم. داغ، به کوه داغ میگن. در این حال گفتن که قبلا داغ به اون چیزی که به حیوانات یا به انسان ها قبلا میزدن که اشتباهی نشه بهش داغ میگفتن. داغ در این حال در دل انسان ها هم، اگر شما یک زخم زبانی بزنید یا یکی بمیره، خدای نکرده عزیزی بمیره، داغ دلتون داغ میشه، انگار که تو دلتون اون فلز رو سرخ کردن زدن تو دلتون، جاش میمونه. اون جا موندن، اون جایی که سوخته یا اون جایی که عمدن سوزوندن برای حالا اسمش داغه. مثل اون کوه که بلند دیده میشه، این داغ هم دیده میشه. در گذشته های دور این برده ها رو پیشانیشون، صورتشون یا روی یه جایی که دیده میشد دستشون، اینها داغ میزدن که اینها مشخص باشه که بردن. اگر فرار کردن هر جا دیدن اینها رو میگرفتن، نگه میداشتن که صاحبش میاد ازشون میگیره. دالبادال، داله یعنی پشت، دال، داله. حالا ما یه چیزی داریم به نام قارغه. قارغه به نی میگیم قارغه. اگر این نی بار بیاره میگیم با قارغه داله. میشه چی؟ مثل ذرت، به اون نی که ذرت رو میگره میگیم قارغه داله. دالبادال، حالا پشت سر هم، ردیف. دالبادال پشت سر هم. دبریتمک، دبریتمک. این فکر میکنم که دبرتمک یک دبرتمک هست، یکی هم دبرتمک یا دبرتمک. فکر میکنم اینا متفاوتن. دبرتمک یعنی تکون دادن، یکی هم هست دبرتمک یا دبرتمک فکر میکنم. دقیق الان این چیزش یادم رفت چه. این لغزاندن هست، یه کاری میکنه طرف بیفته. اینم حالا این یادم رفت دقیقاً از این کلمه فکر میکنم ساخته بشه. دره همون دره هستش. دل، دول، دل، دولو، دل، دولو. دل فکر میکنم به دولچا، دولچا. این با چا هستی، با چه نیستش. دل یعنی دلماخ، پر شدن، امره. دل، پر شو. دولو اون چیزی که تگری که آسمون میاد پره. دولو میاد پایین زمین رو پر میکنه. حالا اسم ساختن دولو. و به ظرفی که آب رو از چاه میکشید یا هر جا میکشید با خودتون میبرید اسمش دولچا هستش. خب دول احتمالا با او هست، این با او هست، با این با او هست. این هم به معنی دول، به معنی زنی که شوهرش مرده و بیوه هست، بهش گفته میشه دول. البته ظاهرا به مردا هم میگن دول. به مردایی که زن نداره، زنشون مرده چیز هست، میگن دول. دولام یعنی من زن ندارم یا شوهر ندارم. دوشک، دوش شک، دوش، دوشماق یعنی افتادن. دوشک
یعنی جایی که میافتید روش، میافتید. ما معمولا برای خواب میافتیم روی رخت خواب دیگه، میشه دوشک. دوشمک هم از اونه، یعنی جایی که پهن میکنید، پهن کردن، دوشمک. احتمالا اینا از یک کلمه دیگه، احتمال بسیار زیاد از یه ریشه هستن. دغرلانماک، این خیلی لغت جالبیه. مثلا چجوری بگم، مثلا رفتیم کوه، حالا اونجا میخوایم غلط بخوریم، این غلط خوردن و پایین اومدن دغرلانماخ میشه. تیر بچه ها در گذشته، الان نمیدونم دیگه هست یا نه، مثلا یه چیز فلزی پیدا میکردن گرد، مثل تایر، مثل چرخ ماشین، مثل چرخ دوچرخه، مثل چرخ همین که یه چیزی گردی مثل اون دیگه، حالا نمیدونم اینجوری بگیم، حلقه، یه حلقه بزرگ پیدا میکردن، یه چیزی هم میساختن مثل حرف لام ولی بزرگ، اینو میذاشتن از عقب، اینو فشار میدادن، اینو راه میبردن، این دغراتماخ میکردن، اون رو میچرخوندن، چرخوندن رو بهش میگن دغراتماخ. حالا دغراتماخ، دغراماخ، دغرماخ، احتمالاً دیک جایی که یه مقدار بلنده، حالا که داریم از یه جای راستی رو داریم میریم که صافه، یه چیزی اونجا دیک باشه، مثل چی؟ مثل دستانداز، اون چیزی که میذارن دستانداز باشه که ماشین سرعتش کم بکنه، اون دیکه. البته کوه هست فلان اینا هم که هستش. سین ساچ، ساچ به موی سر، به خصوص به موی سر خانم ها گفته میشه. حالا کاکل معمولا، حالا من در این کانادا با این ساچ هایی که ما در بچگی میدیدیم توی saçımızı keserdiler، یعنی مثلا یه آدمی بود، حالا نمیدونم مرده یا زنده هست نمیدونم، خدا رحمتش بکنه، به هر حال این مثلا یه ماشین داشت که سر همه رو با اون میتراشید دیگه، ماشین موتراشی بگیم، سرتراشی بگیم، چی بگیم. بعد این مثلا بعضی رو سرشون رو میزد همه جای ماشین رو با مثلا 0 1 2 3، اینجا یه ذره اینجا نگه میداشت، مثلا مو این تا اینجا میومد، مثلا بقیه جاها نداشت، بعضی رو فقط اینجا شو، اینجا نگه میداشت. خدا بیامرز مهدیگولی بابام، پدر بزرگم مهدیگولی، مثلا برعکس من که چچلم، اون پدریم، بعد میگفتن 120 سالشه، نمیدونم من متوجه، ولی من از خودش شنیدم که در دوره احمد شاه سرباز بوده، رضا شاه رو دیده بود، احمد شاه رو دیده بود، رضا شاه رو دیده بود. فکر میکنم که 120 ساله نبوده، فکر میکنم که مثلا تو حدود 1900 اینا سربازی رفته، بازم که خیلی زیاد بوده، یعنی سنش زیاد بوده. هم احمد شاه رو دیده، هم رضا شاه رو دیده، احتمالا همون سال 1303 2 رفته باشه سربازی، که هم احمد شاه رو دیده هم رضا شاه رو دیده، به عنوان چیز. این رضا شاه کودتا که کرده بود، رفت وزیر جنگ اینا شد، در اون زمان که این وزیر جنگ بوده، احتمالاً پدر بزرگ من سربازی رفته باشه که احمد شاه بوده. بعد وقتی احمد شاه رو برمیدارن 1304، پدر بزرگ من سرباز بوده که رضا شاهی رو هم میبینه، بعد دیگه میبینه دیگه رضا شاه رو هم بعدها میبینه، احتمالاً سربازی قبلا رفته بوده، رضا شاه بعداً شاه میشه، ایشون در دوره رضا شاه هم زنده بوده، محمد رضا هم زنده بوده، خمینی هم زنده بود، فکر میکنم خامنه‌ای رو هم دید، فکر میکنم، یادم نیست، فکر میکنم که ندید خامنه‌ای رو 1362 و 3 اینا فوت کرد، فکر میکنم. بله. حالا این میخواستم بگم خیلی موهای پرپشتی داشت سرش، و برای اینکه نماز میخوند، آدم بسیار مؤمنی بود، خدا رحمتش بکنه، این قسمت سرش رو میزدیم یا خودش میزد که بتونه مس وقتی میکشه آب بخوره به این پوست سر. ساچما چند تا مسئله هستش.
از همون ساچ ساخته شده، دونه دونه هست ساچ. ساچماخ هم از همینه. یه چیزی رو وقتی به یه جایی یک فلزی رو انگار مثلا میزنید بهش، اون وارد، مثلا نیزه میزنید، قدیما میزدم تا بدن یکی، اون ساچماخ میشد. اگه به حیوان بزنید ساچماخ میشه. اگه یه چیزی رو بندازید به مثلا تارت چیه میندازید، اون ساچماخ میکنه، میریزه داخل اون. این هم مثل ساچ دیگه. ساچ هم داخل پوسته، به خاطر این ساچ شده. ساچما هم در زبان ترکی به اون تیله فلزی گفته میشد که تفنگ میذاشتن و اینو میزدن به طرف و این میرفت داخل بدن اون یا داخل هر چیزی که میزدن، اون ساچماخ میشد. اینم ساچما از اونجا اومده که به فارسی رفته شده ساچمه. ساق به معنی راسته و ساق به معنی ساق ران که رفته اونجا شده اینجوری. ساق به سلام، انسان سالم هم گفته میشه، ساق سالم. این هم به اونجا گفته میشه، مثلا حالشو میپرسن چطوری، ساقام یعنی یا ساق ده هم گفته میشه. این به معنی اینه که من سالمم، چیز میشه. حالا اینجا مثال زده از زبان چیز، خدا تر جان ساقه بده. اینجا از اون زبان گیلکی هستش، مازنی هستش. اینجا گفته که جان ساقه دنه. این دنه احتمالاً جان ساقه دانه. و سلامت هستی، ساق سالم ایسی. اینم اونجا به کار برده. سرمک و سرمک یه چیزیه. سرمک یعنی یه چیزی رو مثلا تنظیف رو دوره انگشتم سرمک میکنم، میپیچم. خب سارماق هم همونه. اینم از اونجا رفته شده. بستن به معنی بستن و پیچیدن. البته بعضی انسان ها رو بعضی ها دست میندازن، اونم سرمکه. سریب یعنی دست انداخته. دست انداختن هم همینه، از اینجاست. سانجاق رو هم که گفتم، سنجاق هم از ساچماق میاد که اونم سانجماق و ساچماق از این دوتا ممکنه ساخته باشه. من حال ریشه لغت رو نمیدونم، تخصص منم نیست. فقط اون چیزایی که تو بچگی یاد گرفتم زبان ترکی رو در روستا، بر اساس اونها دارم چیز میکنم. سیلمک، سیل یعنی پاک کن، سیلمک پاک کردن، که اینم اونجا هستش دیگه. پنجره رو اینا رو سیلمک میکنن. شه مثلا زیرزمین خونه ما خونم تبریز، زیرزمین پدرم بعدها زیرزمین براش درست کرد، البته گسترش داد دیگه. اصولی درست نکرده بود که بنده خدا از روستا اومده بود، حالا می‌خواست یه چیز داشته باشه، اتاق زیرزمین درست بکنه بشینه. مثلا این همیشه رطوبت میداد، این دیوارها همیشه شه بود. و یا اینکه مثلا شما بهار، پاییز، تابستان میرید بیرون رو چمنا صبح زود، اون روی چمن‌ها یه آبی هست، خیس میشه پاتون، کفشتون، لباستون، اون شه. یا مثلا مه همه جا رو گرفته، شما از داخلش رد میشید، مثلا دست میزنید به اینجا، تو میبینید که خیسه، این شهه. روی ماشینینا میشینه، اون شهه. شلن مثل جشن که اونجا هم به کار میره. حالا من دیگه فکر میکنم 2 ساعت رو پر کردیم، 10 دقیقه دیگه هم بخونیم. این برای من، خود من جالبه که این لغت ها رو دارم. گاف رو، هر لغتی که حرف ق 2 نقطه داره این ترکیه. گاب هر چیزی که
گابدون، گاب یعنی ظرف. عکس رو گاب عکس داره، اون ظرف داره، اون گاب. گابرگا، این استخوان‌های اینجا رو گابرگا میگن. اینجا این قسمت ها رو، چه حیوان باشه چه انسان باشه بهش میگن گابرگا. قبرگه هم یه تلفظ دیگه. قطار هم، قطارها هم مثل این گابرگاها کنار هم هستن. احتمالا از قاطر هم بشه گفتش که قاطرها رو هم به هم میبستن، حالت قطار پیدا میکرد. قاطردılar birbirine gedirdi. قطار یه چیزایی هستن که به هم میبندن میره. قطار یک کلمه ترکی باید باشه که از قاطر یا قاطرماخ یا قاتماخ نوشته شده که اینها ساخته شده که چیز میکنن. قاتما به نخ گفته میشه، ولی هر چیزی که به هم مخلوط بکنید میشه قاتما. حالا این مثلا فرض بکنید من خودم این کارو میکردم، قاتق رو یا ماست رو با مربا یا با عسل مخلوط بکنید یا با هر چیزی، اون قاتما میشه. خود شیر رو هم وقتی بهش شما میذارید میجوشه یا گرم میشه، حالا لازم نیست حتما بجوشه، میذارید گرم بشه، یه مقدار که گرم شد به اندازه که این انگشتتون بتونه که 5-10 ثانیه نگه دارید نسوزه، ولی سردم نباشه، ملایم باشه. ماستی رو که قبلا دارید اون رو تو این مقداری از این شیر حلش میکنید، داخل اون شیرتون میریزید، قاتماق میکنید، این رو ماست رو با شیر قاتماق میکنید، قاتق به دست میاد، قاتق به دست میاد، قاتق به دست میاد. قاتق همون که عرض کردم. قاچماق این به معنی چیز هستش، دویدن، فرار کردن. قاچماق بیشتر دویدن، فرار کردن نیست، ولی به معنی فرار کردن هم به کار میره. میگن که جنگیدن اگر savaşmak igitliktense kaçmak da igitliktendir. یعنی میگن اگر جنگیدن جزو مردانگی هست، در جایی هم که لازمه باید فرار کرد، هم فرار کردن جزو مردانگیه. اگر نامرد با نامردها روبرو شدید، فرار کردن جزو مردانگی. قارماق چنگک، به هر چیزی که چنگک باشه، مال مثلا چنگکی که قصابی ها دارن قارماقه. هر چیزی که بشه یه چیز رو بهش آویزون کرد یا چیزی رو ازش رد کرد، این قارماق میشه. مثلا اون دستگاهی که باهاش نخریسی میکنن یا اون دستگاهی که باهاش ابریشم رو از کرم از اون پیله ابریشم جدا میکنن، میره اون بالای دستگاه میچرخه، اونم قارماقه. قازان گفتیم هر حرفی که داشته باشه. قازانماق یعنی کسب درآمد، کسب سود. قازان یه چیزی که در یه ظرفیه که اسمش معمولا یه شکل خاصی هم داره، دیگ سیاه میشه، معمولا یه حالت خاصی هم داره، غذا رو درش میپزن، قازان میشه. یعنی قازان رو اونجا یه چیزی رو. قازماق از کلمه قازماق ساخته شده به معنی کندن. قازما هم اون وسیله‌ای که میکنید. قازان در گذشته خب فلز که نبوده، سنگ رو خالی میکردند که این الان در خراسان هم هنوز وجود داره. ما هم در تبریز یه دیگ سنگی داشتیم که داخلشو قازماق کرده بودن. برای همین مونده دیگه، روی این نوع ظرفی که میکندید داخلشو مونده. ممکنه الان مثلا حتی سفالیش هم داشته باشید ولی بهش قازان دارید میگید. قازانجو گفتم که قازانماق، قازانج یعنی سود. قازانزم یعنی دستاورد من، سود من. گاش همین که اینجا هست، به این میگن گاش. قاشق هم احتمالاً از اینجا آورده. قاشق یا قاشق که اینم گفتم
یه چیزیه که باهاش غذا رو برمیداریم میخوریم. قاطر، قاطر به حالا احتمال میدم، این نمیدونم چرا این قاطر چرا اسمش قاطره؟ به خاطر اینکه این نه پدر داره نه مادر داره از جنس خودش. اگر خر رو با اسب رابطه برقرار بکنن، بچه‌ای که به دنیا میاد قاطره. قاطر، قاطماق کردن اسب رو با خر قاطماق کردن، مخلوط کردن، ترکیب شده چی؟ قاطر. قاطر همینه، اسم خیلی با مسماییه. قامش، قمیش، قامش، اینم که توضیح دادم. قمیش، قمیش حالا یه چیزی هست، قمیش olma، یعنی که مزاحم نشو. این یه وسیله هستش خیلی به درد نمیخوره این قمیش. معمولا قمیش جیرد بودوما، اینم یه بچه ها میخوندن. قمیشه دیگه. حالا یه آدمی هم که اذیت بکنه میگن قمیشته، یعنی اذیت میکنه، آدم مزاحمیه. این قمیش این هم به اون معنی هستش. قایش یا قیش، قیش، قایش، این هم کمربنده چرمی یا هر نوع کمربند رو بهش میگن قایش، قیش. هر دوتا رو به کار میبرن. قایش رو، حالا اینم قیش اوینماق، قایش اوینماق یا قیش اوینماق، اینم یه بازی بود دیگه. گلچاق، گل اینجا، از اینجا تا این نوک دستمون گل هستش، گل. حالا اینجا الده، اینجا گل. دوباره این گل گفتم چی هست. گلچاق چیزی که روی این گل میگیریم، مثل بچه اینجا میگیریم. بچه رو گلچاق نمیگیم، درسته، ولی این با مثل حالا اون چیزی که شبیه بچه اینجا میگیریم اسمش گلچاقه. گلچاق. گلچماق هم میتونیم بگیم. گلچماق هم کسی که این گلش و چماق آدمی که زربه هستش، آدمی که زورگو هست، گلچماق میشن، بهش میگن گلچماق. گولچماق هم میتونیم بگیم گلچماق و گولچماق. گولچماق میشه گول نوکر. گولچماق اون کسی بوده که جلوی در وای میستاده، یه چماقی هم دستش بوده، فکر کنم به اون گفته میشه. حالا اینجا البته گفته به آدم کپله هم خپله، چاق، خیکی هم گفته میشه تو اونجا که این هم هستش. گلچماق این در لاهیجان ظاهرا کاربرد داشت. گورباغه، گور میکنه. این صدای گورباغه رو از فکر کنم از روی صداش در آوردن، گورباغه یا گورباغه. گورچ، این من نشنیدم این رو، این کلمه جدیدی، بذار ببینیم چی میگه. گرس، محکم و مقاوم. گورچ، گرس، کلمه گرس که هستش من فکر کنم این عربیه، الان میگه که این ترکیه. در فارسی گرس و محکم گفته می شود، اما این کلمه ترکی است و در کتاب 1000 ساله دیوان اللغات گورچ تمر به معنی فولاد در اصل آهن سخت و محکم و گورچ ارن به معنی مردان مقاوم آمده است. پس گورچ به معنی مقاوم، محکم بوده. گورگوشوم، به سرب میگن گورگوشوم، فلز سرب. گورخانه همون جایی که احتمالاً کارهای مربوط به اینجور چیزا رو، سرب ریزی رو، گلوله سازی رو میگفتن گورخانا. گورخانا. گورگوشوم به گلوله که از گور ساخته شده باشه، سرب ساخته شده باشه، بهش میگن گورگوشوم. اینم از اون. اینجا هم آورده، اتفاقا من فکر نمی‌کردم اینه. آدم یوغور و زمخت، به آدم زمخت هم ظاهرا در شمال میگن گورگوشوم. قیماق، قایماق داریم یه دونه، قایماق، قیماق، قیما. اینا احتمالا از یه چیزیه، یه ریشه باید باشن. قیماق به بالای شیر وقتی بذاریم، حالا یا بجوشینیم و همونجوری بذاریم چیز باشه، رویه ببنده، سفت بشه، اونو برمیدارم، اون قیماقه.
قیماق گفته میشه. قیماق هم وقتی از یه جایی منحرف بشید قیماق میشه. قیده یعنی منحرف شد، کج شد. قیده، قیماق. قیمه هم از اینجاست، کج میشه، میبرنش، قیمه میکنن، تکه تکه میکنن. چولش، چول گفتم من بهتون یعنی چی؟ وقتی هیزم رو در اجاق یا هر جایی بسوزونیم خاکستر که بمونه، اون خاکستر چوله. چول باشنا این خیلی چیز میشد، یعنی خیلی بدبخته. به قدری بدبختی این چول به درد نمیخورد دیگه، مینداختن دور. البته میشد بدن به درخت و اینا، خیلی مفید بوده، ولی این دیگه چیزی بود که کارایی نداشت یا خیلی کارایی نداشت. ممکن بود که مثلا در آخر سال مثلا بشه خونه رو مثلا باهاش سفید کرد یا چیز کرد، رنگ، مثل حالت رنگ بهش داد، ولی خیلی درجه اگه میگفتن که خیلی بدبختی، میگفتن چول باشنا یتیم دی. خب اینجور چیزا رو هستش. چولک، حالا این چولش از این ساخته میشد. چولش یعنی شما زمین رو که کاشتید، حالا جو و گندم و برنج و هر چی کاشتید، اون رو درو میکنید، اون محصولی که برمیدارید حالا یه کاری میکنید که اون محصول، اون جو، گندم، برنج، از اون نخود، لوبیا، از اون قسمتی که ساقه بوده، برگ بوده، جدا بشه. به اون قسمتی که حالا مونده، ریزم شده تا این شما بتونید جدا بکنید، بهش میگن چولش. چول مثل چول، چولش شبیه چول، که این هم کولاک یا چولک در از همین احتمالاً ساخته شده باشه که باد اینو میبره دیگه. قاف، گدیک یه راهی گردنه در فارسی، بزرو. گدیک از یه جای سخته، معمولا در زمستان عبور کردن از اونجا، به خاطر اینکه برف و باران و زیادی میتونه، حالا چی بهش میگن، بهمن بیاد اونجا، یا معمولا مثلا روستایی‌ها اون منطقه رو میشناسن، اون مردم اون منطقه وقتی میخوان از اونجا رد بشن، یه مقدار مونده به اونجا فریاد میزنن، سوت میزنن. اگر اون برف قراره لیز بخوره، سر بخوره، بیاد بهمن بشه، اون چولک جلسین به اردوگاسین. چولک خودشم باد سختی که به وضع بهش میگن چولک. گونگ معمولا این به فکر کنم تنگ فارسی شده، جونگ، فکر میکنم تنگ شده باشه. این چیزایی بود که حالت سیمانی بود یا حالت سفالی بود، ساخته میشد برای اینکه آب رو یا توالت رو ببرن یه جایی. این گونگ، اونم گونگ دیردلر، اونا مثل کوزه مثلا، یه چیزایی که تو خالی مثل اون که آب رو ببرن و زاویه هم بتونید بهش بدید، اون گونج بود. کنج گونج هم از این ساخته شده، کنج ساخته شده، چون این یه کنجی داره، وقتی چیز میخوره، حالت میخواد مثلا 90 درجه بکنن یا 60 درجه بکنن، یه کجی بهش میدن، کنج olur. کنج، اونم فکر کنم کنجم از این کنج ساخته شده باشه که به معنی گوشه هست. نقطه دو تا معنی داره. یه نقطه برای نقطه دهن اسب و حیوانات میزنن که این رو بکشن، ببرن، بیارن، این بهش جهتش رو بهش بدن، این نقطه هستش. دهن حیوانات هم میزنن، این یه قسمتی هم به دهنه، این نقطه. یه دیگه هم به نقطه میگن نقطه، به نقطه الف به، وقتی یه خط بکش زیرش یه نقطه بذارید میشه ب، اگر 3 تا بذارید میشه پ، 2 تا بذارید میشه ی، بالاش بذارید میشه نون، 2 تا بذارید میشه ت، 3 تا بذارید میشه س، اینجوری.
این هم نقطه است. نه ننی هم احتمالا از همین ساخته شده باشه. ننی چی میشه؟ جهواره. ننی از این ساخته شده. نه برای اینکه نه بچه رو در شکم نگه میداره. وقتی هم که زاده میشه روی شکم بهش شیر میده. وقتی هم که یه مقدار بزرگتر بشه روی پشتش میندازه میبنده، یا روی شکمش میندازه میبنده. این رو با چرخاتش اینو به خودش میبنده، با خودش میبره. نه یه چیزیه. ننی هم اون چیزی هستش که حالا مثلا یا یه گهواره از چوب میسازن که بچه رو داخلش میذارن، تکونش میدن. این داخلش بچه رو مثل شکم مادر یا سینه مادر یا پشت مادر که بهش بستن، این بچه رو نگه میداره. یا اینکه یه دونه تناب رو میبندن به 2 تا درخت یا 2 تا تیر و حالا این مثلا یه پارچه رو یا یه گلیم رو اینا بین این چیز میذارن لای این 2 تا و روی این وسط این تشک میذارن، بچه رو میذارن اونجا بخوابه که حالا اینم هست. نهره هم از همین مثل ننه ساخته شده به نظر من. اسم نهره فکر کنم به فارسی هم رفته شده نهره دیگه. نهره وسیله هستش که از چوب در گذشته می ساختن، از پوست حیوانات می ساختن. شیر رو داخلش می ریختن یا آب رو داخلش می ریختن، با خودتون حمل می کردین یا اینکه این رو تکون می دادین و اون شیر داخل تبدیل می شد به روغن حیوانی از شیر جدا می شد. حالا این می ریختن بیرون و مثلا می خوردن. حالا همون از نهره یه چیز دیگری هم ساخته می شد که چوپان ها با خودشون می بردن ماست و اینا داخلش می ریختن می بردن که بخورن و اینا، یا آب می بردن که در تابستون مثلا داره راه میره داخل اینها. البته اون چیزی نهره نبود، اون یه چیز دیگر. نهره همین بود که باهاش عرض کردم روغن شیر رو ازش بگیرید، ازش استفاده میکردید. یاخا، این یاخا اینجا یاخاست. یاخه اصلا این سینه جلوی ما یخه ماست. حالا یکی یقه ما رو میگیره، یقه این لباس رو که نمیگه، اینجای ما رو میگیره، ولی خب اینجاشون به دست نمیاد، این لباس رو به دست میاد. یقه اینه، یاخا یا یخه. یالانچı، yalan دروغ. یالانچı کسی که دروغ میگه، حرفه است. حالا اینجا یایلاق قشلاق. یای گفتیم که چی هست؟ فصله، اسم فصله یای. یایلاق جاییه که میرید از اون گرما میرید به جایی که هواش مناسبه. قشلاق هم از جایی که هوا خیلی گرمه میرید به جایی که هواش یه مقدار سرده. حیوانات معمولا این کوچ رو میکنن، مردم ما هم که در گذشته این کار رو انجام میدن. یاشماق، یاش یعنی خیس. یاش خود یاش یعنی خیس. یاش یعنی سن. یاشlı یعنی سن، کسی که سنش بالاست. یاشل هم از این ساخته شده. یاشل یعنی چیزی که الان به معنی چیز سبز گفته میشه. یاشل سبز، یاشلlık یعنی سبززار. اما دقت بکنید یک نوع رطوبت داره. یاشل یک نوع رطوبت توش هست، یعنی اون سبزی، اون چیزی که خشک نیست، هنوز آب داره داخلش. این یاشل از اون جهت شده یاشل. و احتمالاً یاشلم یعنی همسن من. این هم از این. حالا یاشماق، یاشماق هم از یاش باشه، یه سنی که باید یاش رو
حالا یاشماغ یه وسیله که به دهن میزنن خانمای جوان، این میخواستم اینو توجیهش بکنم. یاشماغ خانمهای جوانی که یاششون کم سن هستن ولی شوهر کردن و در گذشته ها احترام جایز بود، احترام خیلی واجب بود، احترام بزرگترها. این خانم های جوان که عروسی کرده بودن، جوان بودن، اینها دهنشون رو به احترام، به حرمت بزرگترها میبستن که دهنشون رو نشونشون ندن. به نوعی بی‌ادبی فرض میشد و این دختران جوانی که شوهر کرده بودن حالا این لبهاشون رو فقط شوهرشون ببینه. خیلی زیبا بود، من خیلی دوست دارم این رو. ببین اختصاصی فقط شوهرمه. تا زمانی که این دختر ازدواج نکرده بود لباشو همه میتونستن ببینن. حالا این لب رو فقط اختصاصی، حتی پدر شوهرش و مادر شوهرش هم نمیبینه، نباید ببینه. پدر و مادرش که میتونست ببینن، همه دوستاش میتونستن ببینن، خانوما میتونستن ببینن، ولی اونایی که حالا شوهر رفته یه خونه جدیدی دیگه، یه فامیل جدیدی که بیگانه هست، اونجا دیگه این قبلا ندیدن، حالا نباید ببینن مثلا برای یه مدتی. بعد که بچه دار میشد، اولین بچه‌شو که به دست می آورد، یا دومی یا سومی رو دیگه، اون پدر خانواده، مادر خانواده یه چیزی به این عروس میدادن که حالا دیگه اینو باز کن، با ما صحبت بکن. صحبت هم نمیکرد باهاشون، ادب رو نگه میداشت و این خیلی خوب بود. زبانش باز نمیشد. خیلی از دعواها دیگه رخ نمیداد، اتفاق نمیافتاد، چون مادر پسر یا داماد دیگه حرفی برای یه چیز نداشت بگه که اون فلان حرفو به من زد. نه، نمیتونست بگه، چون که باش حرف نمیزد. اگه میخواست یه چیزی بگه به دختر خانواده، عروس بزرگتر خانواده در گوشی بهش میگفت، اونا بهش میگفتن. در نتیجه دعوای خانواده رخ نمیداد. خیلی زیبا بود این رسوم، جلوگیری میکرد از اون. در این حال با هم زندگی میکردن. نگاه کنید مثلا در گذشته فرض بکنید من یادمه مثلا پدر بزرگ پدری من یا پدر بزرگ مادری من یه خونه درندشتی داشت در روستا. حالا این چند تا پسر داشت، پسر بزرگه مثلا یکی دو تا پسر بزرگ جدا شده بودن رفته بودن، ولی پسرهای جوانتر هنوز با این زندگی می‌کردن. اونایی که ازدواج کرده بودن یا اونایی که ازدواج نکرده بودن با پدر بزرگ زندگی می‌کردن. زنشون، بچه‌هاشون همه تو این خونه زندگی می‌کردن. حالا بعضی وقتا اتاق هم نبود. جالبه بعضی وقتا اینها برای اینکه بخوابن میرفتن تو طویله میخوابیدن، خیلی اتاق نبود. بعد بعضی وقتا پرده میکشیدن در اتاق بزرگ. هر کسی مثلا پدر توی یکی از این پشت یکی از این پرده ها، برادرها هر کدوم یکی از این پرده ها، یه نوع رابطه رو از اینها جدا میکردن که خیلی قاطی نشه. به هر حال خواستم اون یاشماغ رو بگم که چی هست. حالا اینجا دیگه تموم شد این کتاب. منم این کتاب رو خوندم براتون. بالاخره یک کتاب امروز خوندیم، از اول تا آخرش هم خوندیم که در گیلکی اینها بوده. منم یه توضیحاتی که خودم تجربه کرده بودم رو خدمتتون دادم. امیدوارم که فایده داشته باشه. یه مقدار رفتیم این ور دیگه. حالا امیدوارم که یه روز دیگه با یک کتاب ترکی دیگه آشنا بشیم. روزتون بخیر، الله یارتون، و امیدوارم که بتونیم از زیبایی های این تمدن باهاش آشنا بشیم و لذت ببریم. روزتون بخیر.